توی میدون فردوسی وسط شهر شلوغ، توی ایستگاه اتوبوس میون اگزوز و دور نشسته بود رستم بین چند تا مرد و زن. 2 نفر با قارقارک بازی میکردن تپ و تو. من میرم فوش مینویسم، هم بیا لایکو بکو. عجبا وای عجبا، چه بیکارن این دوتا. بچه ای خیابونی رد میشد، میگفت از من بخرین یه جفت جوراب. ارباب خانوم آی آقایون، شدم از گشنگی پشت روی استخون. برو بچه برو، من حال ندارم. سراغ منم نیا، من خودم جوراب دارم. اسمت چیه؟ فیدور. میتونی برام دراری صدای بلبل؟ آفرین بامزه بود، ولی پول نیست تو جیبم موجود. خانم شما از من یه جوراب بخر دیگه. جورابات چه رنگیه؟ سفید و سرخ و سیاه و عدسی، یکیشم دخترونه است، رنگ توت فرنگیه. من میخواستم بنفش و آلبالویی چارخونه، حیف شد نداری، برو زودتر به خونه. بیا فیزل من میفهمم تو رو، همین سکه رو دارم، بذار جیب تو برو. آبری عجیب غریب از راه رسید. یا خدا دیو سفید. دماغم، ابروهام، گونه هام، قنچه لبام هست عملی. سینه ها تم عملی. خانم در خدمت باشیم. برو گم شو، نشو لوس. عزیزم فقط یه بوس. بوس با چی؟ با اتوبوس؟ مرتی که بی ناموس. این چرا اینجوری بود؟ همه جاش مصنوعی بود. آقا فیلم نمیخوای؟ نه داداش پول ندارم. فیلم های خاص دارم. خاص یعنی چی؟ صحنه های خاص داره. خاص یعنی چی؟ ببینیم فیلم خصوصی گوینده اخبار علمی فرهنگی هنریه. لو رفته بین مردم داره دست به دست میچرخه. بود عقب نمونی بابا. ای بابا دست بردار، اینا آبرو دارن، کوتاه بیا. منم میخوام. به منم 2 تا بده. بده بینم چیه؟ لاغر چاقه، خوبه یا بده؟ خدا بده برکت. آره خدا حتما به شما برکت میده. بله. عمو جون بیا بشین اینجا. ولش کن آقا، بذار برگرده مملکت خودش. نمیدونم چرا اینا تموم نمیشن. چرا کشور ما رو ول نمیکنن؟ بابا اینم آدم دیگه، مگه چه گناهی کرده؟ ای آقا کجا فرستادی ما رو؟ ای آقا کجا میری؟ یه قرون پول ندارم، ولمون کن دل خوش چند سیری. نیم مرام سیبیل تو کی حالا پول خواستایی؟ بشین بریم ترمینال یک کمی گپ بزنیم، بخوریم با هم چایی. شما هم بیا برادر. نمیشد باور رستم نمرده مردونگی، مثل هر جای دیگه سفید و سیاه قاطیان بگی نگی.